مسلم است که اصل و جوهری شما مادرجان عزیزم رو صمیمیت و محبت، پاکی و صداقت، لطافت و نزاکت، بزرگی و حشمت، فیض و برکت و شرافت و نصرت تشکیل می‌دهد. زیرا شما یگانه موجود بزرگ و مبارک و پاک و مقدسی هستید که زندگی از نفس گرم و دلنوازی شما سرچشمه می‌گیرد. Дорогая мама, поздравляю вас с 8 марта. Вы для меня пример истинного достоинства, мудрости и душевной щедрости. Я бесконечно ценю все то, что вы в меня вложили, и ту поддержку, которую я чувствую каждый день. Пусть эта весна принесет вам только радость, а ваше здоровье и благополучие будут крепкими. مادرجان عزیزم، با تمام مهر و محبت شما را با روز مادران تبریک میگویم. شما سرچشمه تمام خوشبختی من هستید. بگذار همیشه صحت، سلامت و سربلند باشید. من شما را بی‌نهایت دوست می‌دارم. مادر جان، فرشته های آسمانی در مقابل خوبی های تو سرخم خواهند کرد، زیرا تو یکی از آنهایی. مادر جان، امروز روزی تو است، فردا هم، فردای دیگر هم روزی تو است و هر روزی که تو هستی و سوی من تبسم میکنی، آن روز روزی من است. عیدت مبارک مادر جانی خوشروی من. عیدت مبارک بیبی جان. سلام مادر جان، ما فرزندان تو را دوست می‌داریم. عیدتان مبارک. السلام ماما جان، مادر بخوان، صدای تو را بوسه میزنم، دستانی با صفای تو را بوسه میزنم. مادر اگر دوباره بیایی به سوی من، یک عمر خاک پای تو را بوسه میزنم. قربانی خمیدگی شانه‌ات شوم، خسته من عصای تو را بوسه میزنم. ماما جان روزی مادرها تبریک. مادرجان عزیز، من میخوام شما یا امروز با فرارسی روزی مادران تبریک کنم. از پروردگار هزاران شکرانه میکنم که شما مادری من میباشید. میخوام که شما فقط سلامت باشید، در بالای سری من و سری فرزنداتون فقط با ستون باشید. مادر جان، روزی بانوان، روزی مادران به شما مبارک باشد. بی‌نهایت دوستتان دارم و میفخرم که هستین. همه وقت در بالای سر ما باشین. فخر ما هستین، فخر تمام ملت هستین. روزی بانوان و مادران مبارک باشد جان. دوستتان دارم. Мама большая и сильная. Мама – храм. Мама меня защитит от любого. Да, мама? Мама – мой главный помощник. Она мой друг. Мама со мной рисует квадрат и круг. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای خنده های لبخوشای مادرم. مادر جان عزیز، هر لحظه که با شما هستم زندگی برایم خوشبختی و قوت میبخشد. سخت دوستتان دارم آچا جان. عیدتان مبارک باشد. السلام اپا جان، من خواهر شما. شما را با فرارسی عید مادران، خواهران، اپاها 8 مارت تبریک و تهنیت کرده با تو سرسبزی، دلگرمی و سرفرازی را تمنا داریم. مبارک شود. Дорогая мама, Ахмад Задиназа, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам счастья и любви, и чтобы вас никто не предавал. عزیزترین و مهربانترین مادر من، با فرارسی روز مادر 8 مارت شما را صمیمانه تبریک میگویم. شما برای من نمونه محبت، صبر و قوت هستید و شما سلامتی بر دوام، عمری دراز و روزهای پر از خوشبختی آرزو میکنم. مادر، من شما را دوست می‌دارم. سلام مادر جان، عیدتان مبارک. من خیلی شما را دوست می‌دارم. مادر جان، من شما را دوست می‌دارم. عیدتان مبارک. مادر جان، من شما را بی‌نهایت دوست می‌دارم. عیدتان مبارک. بیبی جان، من شما را دوست می‌دارم. عیدتان مبارک.